سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 18 دکابر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تفصیلات مناقشه تکثیران تاجیک با پلیس در بازار صدوات. سهراب یوسفوف در دادگاه گفت که او بیگناه است. بعد از افتادن 10 نوروز در کلوگه برای دست کم 8 حمله به مهاجران. بازداشت یک مخالف حکومت تاجیکستان با تخلص سیف الله در مسکو. چرا 7 سال باز پولهای امانتگزاران بانک برامخورده تاجپرام بانک را برنمیگردانند؟ وزارت تندرستی گفت این ویروس بیزیب در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه نویه لوبلینوی شهر مسکو روز 16 دکابر سال 2023 شهروند 21 ساله تاجیکستان یوسفوف سهراب خورسندوویچ را که در پی مناقشه با پلیس در بازار صدوات بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی روسیه، ماده 318 زوروری نسبت به نماینده حاکمیت و ماده 319 تحقیر نماینده حاکمیت در محضر عام عیبدار می شود تا 16 فوریه سال 2023 به حبس پیشکی گرفت. در این باره تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر مسکو با نشر یک ویدیو از تالار دادگاه خبر داد. بنا به فرضیه تفتیشات شام 15 دکابر سال 2023 تخمینا ساعت 18 کارمندان پلیس ماشین سهراب یوسفوف را برای تفتیش حجت‌هایش منع کردند. راننده کوشش فرار کرده ماشینش را بالای کارمند پلیس راند و او را در روی کپوت ماشینش چند متر کشانده به حیات و سلامتیش خطر ایجاد کرد و هنگام بازداشتش نیز کارمند پلیس را چند ضربه دیگر زده با لفظ قبیح تحقیر کرده است. هنگام بازداشت سهراب یوسفوف مهاجران دیگری که در صدوات کار میکنند به حمایت از وی برخاسته کارمندان پلیس را احاطه کردند. به ادعای پلیس گویا هنگام رد و بدل با مردم جمع شده کسی از بین ازدحام بالون ماشین پلیس را کفانده است. کارمندان پلیس برای آنکه راننده دستگیر شده را با زور رها نکنند 2 مرتبه به اواتیر آگاهی کننده خالی کردند و اما تصویر این حادثه از زبان شاهدان دیگر از فرضیه پلیس فرق میکند. مهاجران میگویند پلیس با یک شیوه بیرحمانه راننده را دستگیر کرده به بدنش الکتروشوک زد. از بس که سهراب یوسفوف بیماری اپیلپسی داشته است از ضربه نیروی برق این بیماریش افزایش گرفته او از هوش رفته است. به گفته مهاجران ما شنیم برخورد بیرحمانه پلیس نسبت به یک راننده بیمار سبب شد که آنها به حمایت از او جمع شوند. پلیس خروج بیماری اپیلپسی راننده دستگیر شده را تصدیق میکند ولی میگوید که بعد از گرفتن بیماری یوسفوف آنها خودشان کوشش کردند که به ویاری رسانند. پروکراتور یا داستان شهر مسکو در تلگرام کانالش خبر داد که هرچند دادگاه لوبلینو از درخواست تفتیشات برای به حبس پیشکی گرفتن راننده پشتیبانی کرد ولی خود راننده در دادگاه اتهام اعلام شده را به گردن گرفت و همچنین از انتخاب حبس پیشکی باعث چاره پیشگیری نسبت به او ناراضگی کرد. خود سهراب یوسفوف یا نزدیکانش برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند ولی به او بر اساس ماده 319 برای تحقیر کارمند پلیس همچون جزا جریمه به اندازه تا 40,000 روبل یا تا 306 ساعت کارهای حتمی و یا تا 1 سال کارهای اصلاحی تهدید میکند. ولی بر اساس ماده 318 برای زوروری نسبت به کارمند پلیس به این مهاجر تاجیک جزای خیلی وزنین‌تر جریمه به مبلغ 200,000 روبل یا تا 6 ماه حبس و یا کارهای مجبوری یا حکم زندان به مدت تا 5 سال تهدید میکند. چنین به نظر میرسد که مقامات روسیه از این مناقشه مهاجران با پلیس در بازار صدوات میخوان یک قضیه بزرگ بسازند. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 16 دکابر خبر داد که در پی مناقشه در بازار 82 نفر دستگیر گردیده در رابطه با این حادثه بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی روسیه، ماده 213 افباشی، ماده 318 زوروری نسبت به نماینده حاکمیت و ماده 319 تحقیر نماینده حاکمیت پرونده های جنایتی گشودند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارا مهاجر بدبینانش نام برآورده تقریبا هر یک مناقشه مهاجران را زیر نظارت خود میگیرد بلا فاصله قضیه مناقشه در بازار صدوات بین مهاجران و پلیس را نیز زیر نظارت خود گرفت و طلب کرده است که به او درباره جریان تفتیش این پرونده حساب دهند.
در بازار صدوات صدوزاده تاجیکستان کار میکنند. برخی آنها در اینجا به تجارت مشغول بوده مغازه‌های خود را دارند، اما اکثر مهاجران تاجیک در صدوات به حیث حمال، آشپز و فروشنده کار میکنند و یا برای روبوچین قلمرو بزرگ این بازار به کار جلب شدند. در شهر کلوگ روسیه 10 نفر را با اتهام دست کم 8 حمله به مهاجران و ثبت و نشر ویدیو این حمله ها دستگیر کردند. تلگرام کانال روسی باز و پیام خبر دادند که سرکردگان این گروه جنایتی عبارت از 9 پسر و 1 دختر، یک خواننده 16 ساله صنف ده به نام سرگئی و دانشجوی نی 16 ساله تکنیکوم به نام ارتیوم بوده. آنها توسط الکساندر 14 ساله یگانه دختر در این بند ملتگرایان شخصان غیر اسلاویانی را با وعده ملاقات عاشقانه به دام یافتاندند و اگر مهاجران به ملاقات می اومدند همه کسای او را بهرمانه می زدند و این همه را به ویدیو گرفته در تلگرام نشر میکردند. بنا به فرضیه تفتیشات هدف بند به طور جسمانی از بین بردن شخصان غیر اسلاویانی بوده. در دوام نیم سال آنها به ضد مهاجران نه کمتر از 8 حمله انجام دادند. هدف حمله این گروه ملتگرایان زادگان ازبکستان و تاجیکستان و ارمنستان قرار گرفتند. هنگام کوفتکوب از اعضای این بند کورد و سلو راهنمایی طرز ساختن بمب و همچنین رمز سازمان تندرو اوکراینی پراوی سکتور را که در روسیه سازمان تروریستی شناخته شده فعالیتش ممنوع شده است پیدا کردند. به ضد دستگیر شدگان بر اساس ماده 272 علاوه 1 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تشکیل سازمان افراطی پرونده جنایتی گشودند. خبرنگار پیام معین کرده است که یکی از تشکیل کنندگان این بند خواننده صنف دوم مکتب میانه بود. بند پیام گفته است که در مکتب اکثر خوانندگان خوب میدونستند که اعضای این بند به چه کار مشغولند. بنا به نقل شاهدان سرکرده بند نه فقط مهاجران بلکه خوانندگان مکتب را هم لطکوب میکرد و هم از وی میترسیدند. مقامات حفظ حقوق کلوگ تا کنون خبر بازداشت 10 عضو نورس بند ملتگرایان را رسما شرح ندادند، ولی بازداشت آنها را والی ولایت کلوگ ولادیسلاو شپاش در صحبت با کانال پیام تصدیق کرده است. هر آنچه که به زورآوری به ضد شخص ربط دارد خصوصا در چنین شکل گستاخانه این البته به چالش کشاندن جامعه است و یگان دلیل چنین رفتار را سفید کردن نمیتواند. این بار دیگر تاکید میکند که وقتی سخن درباره مناسبت‌های بین ملت‌ها میرود ما با چقدر یک موضوع اساس و نازک سر و کار داریم. تفتیشات باید مو را از خمیر جدا کرده همه انگیزه‌های این اعمال را معاین کنند. تحقیق این خیلی مهم است. اصرار داشته شپاش که با سیاست آشکارا به ضد مهاجرانش معروف بود و به نظر بسیاری از در دوره ریاست او ولایت کلوگ به یکی از مرکزهای اوج بدبینی نسبت به مهاجران تبدیل یافته است. یک مخالف حکومت کنونی تاجیکستان و عضو سابق حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در بین همصفانش با تخلص سیف الله معروف بود در شهر مسکو دستگیر شده است. این را در صحبت با پایگاه خبری بامداد 2 نفر از دوستان سیف الله به شرط در گزارش نآوردن نامشان تصدیق کردند. به گفته آنها این منتقد حکومت را روز 7 دکامبر سال 2023 مقامات حفظ حقوق روسیه از نزد منزلی که در مسکو اجاره می نشست دستگیر کردند. خود سیف الله روز 9 دکامبر با یکی از دوستانش در اروپا تماس گرفته از بازداشتش خبر داده است و گفت است که او را به زودی به سزا انتقال میدهند و در بازداشتگاه او دیگر امکان تماس نخواهد داشت چون که در آنجا تلفنش را از او خواهند گرفت. سیف الله گفته است که او را با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت این مخالف حکومت را شرح ندادند، ولی معمولا نهادهای حفظ حقوق روسیه با دوشنبه در مورد جستجو و بازداشت و استرداد مخالفان سیاسی حکومت امامعلی رحمان همیشه همکاری میکنند. سیف الله تخلص شرفکن میروف سال تولدش 1978 زاده سفخوز مشهور ترکستان نویه وخش است. شرفکن میروف 10 سال قبل وقتی صاحبکار تاجیک عمرعلی قواتوف بعد از دست دادن تجارت‌هایش و ترک تاجیکستان حرکت اپوزیسیونی گروه 24 را تأسیس داد و گروه 24 پیوست و در سلسله اعتراض‌هایی که قواتوف و یارانش تابستان و تیرماه سال 2014 در شهرهای روسیه با جلب مهاجران تاجیک دایر کردند اشتراک داشت. به گفته دوستانش از همان وقت به ضد او در تاجیکستان برای اشتراکش در اعتراض‌های ضد حکومتی پرونده گشودند.
و این همه سال سیفالله در مسکو غیر قانونی و عملا به صورت پنهانی کار و زندگی میکرد. سیفالله در مسکو در یک استخوانه ترمیم و تعمیر چرخهای ماشین کار میکرد و گویا صاحب این استخوانه یک افسر در گذشته بلندپایه حمایه او را به دوش گرفته بوده است و سیفالله با اطمینان با حمایت همین کارفرمای پرنفوذش این همه سال که اکثر یاران عمرعلی قواتوف به شهر اروپا پناه بردند ترک روسیه نکرده است. شرافالدین گدایف یکی از رهبران اپوزیسیای تاجیک که در تاجیکستان شریک تجارتی عمرعلی قواتوف بود، امروز او در سرگاه تأسیس گروه 24 می ایستاد. در صحبت به بامداد نقل کرد که سیفالله بعد کشته شدن قواتوف با دیگر رهبران گروه 24 ساز نگرفت و اول امروز شرافالدین گدایف، صابر ولیف، سلیمان دولتوف و چند دیگر از گروه 24 به کنگره نیروهای دموکراتیک تاجیکستان با رهبری داداجان عطاولایف گذشت، ولی در این سازمان نیز دیر نایستاد. سیفالله حتی صحیفه‌اش در فیسبوک را نیز در همین هوای عقیده‌های کمونیستی و حسرت بازگشت به زمان شوروی تاجیکستان تاجیکسک SSR نام گذاشته بود. آخرین مطلب در یکی از این صحیفه‌اش گذاشته سیفالله صحنه 6 دکبر است. گروه 24 از جانب صاحبکار عمرعلی قواتوف سال 2012 در پی فرار او از تاجیکستان و به غصب تجارت‌هایش در تاجیکستان از جمله به غصب شرکت‌های تاجران و فراز ایدار کردن شمسالله صایبوف یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان تشکیل شده است. اساسگزار گروه 24 عمرعلی قواتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. از رسوا شدن تاجپرومبانک اینک قریب 7 سال گذشت و 31 ایول سال 2023 این بانک را رسما برهم دادند، ولی تا حال بیش از 130 میلیون سومانی قرض این بانک از جمله 26.6 میلیون سومانی قرضش از 169 امانتگزاران باقی مانده تا حال پرداخت نشده است. قرضهای باقی مانده تاجپرومبانک از اینهایند: 77 میلیون سومانی قرض وزارت مالیه تاجیکستان، 27 میلیون سومانی قرض بانک ملی تاجیکستان، 26.6 میلیون سومانی قرض 169 امانتگزاران باقی مانده، 2 میلیون سومانی قرض لایحه دولتی و قرض شخصان حقوقی. برای برابر کردن حساب‌های بانک نه قریب 7 سال باز در تاجپرومبانک ماموریت بیرونه عمل می‌کند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه 5 سپتامبر سال 2023 شادمان خالف را مدیر مخصوص تاجپرومبانک تعیین کرد. خالف از این وظیفه جنجالی دست کشید، ولی 21 سپتامبر دادگاه اقتصادی پایتخت دیگر باره او را به این مقام تعیین کرد و خالف شادمان عملا میتوان گفت که مجبوری به اجرای این وظیفه آغاز کرد. مدیر نفت تمام ماه اکتبر برای آموختن مشکلات بانک سرگردان بود و ماه نوامبر بالاخره قرار برآورد که به هر امانتگزار باقی مانده تاجپرومبانک 400 سومانی برای تقریبا 36 دلار پول جدا میکند. برای 169 نفری که به حساب میانه هر کدامش در تاجپرومبانک کمش 155,000 سومانی داشتند و این با قرب سال 2017 زمان قطع فعالیت تاجپرومبانک بیش از 20,000 دلار را تشکیل میداد. امانتگزاران میگویند از این قبل ماه ایول سال جاری مدیر مخصوص همکنون سابق این بانک فیروز شریپوف برای هر کدام آنها 500 سومون جدا کرده بود. یعنی در نیمه دوم سال جاری هر یک امانتگزار از بانکی که پسندازارش را آنجا گم کرده است همگی 900 سومون گرفته است که به گفته امانتگزاران برای تامین حتی یک گوشه زندگیشان هم کفایت نمی کند. بحران اقتصادی باعث از بین رفتن 4 بانک در تاجیکستان شد. تاجپرومبانک و فونومبانک ماه فوریه سال 2017 قطع فعالیت کردند و 2 بانک بزرگتر اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک بعد کوشش‌های ناکام با کمک حکومت از ورطه ورشکستگی بیرون کشیدن آنها در ماه مای سال 2021 از 4600 امانتگزار تاجپرومبانک بیش از 4400 نفرش با دریافت یک قسم نوچیز پسندازهای خود اکتفا کردند، ولی 169 نفر تا امروز استودگری کرده استودند و حق خود را طلب دارند. امانتگزاران میگویند امکان واقعی پوشاندن تمام قرضهای بانک از حساب فروش اموال حبس شده رئیس پیشین تاجپرومبانک جمشید زیایی وجود دارد، ولی نه رهبران بانک ملی
نه رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه و نه سودجه آن دادگاه زلفیه سیدزاده که اجرای جریان برهمدهی تاجپران بانک به دوش او واگذار شده است آنها را قبول نمی کنند و پیشنهادهایش را شنیدن نمی خواهند. 11 بنا و انشاءات سپرده جمشید ضیاف رئیس سابق تاجپران بانک ماه دکبر سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد به گفته امانتگزاران برای پوشاندن قرضهای بانک بنا و انشاءات و کارخانه‌های زیادی را به مقامات سپرده بود. امانتگزاران میگویند به حساب پلات حساب از کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی همان وقت نرخ انشاءات سپرده جمشید ضیاف 250 میلیون سومانی را تشکیل میداد و برای پوره پوشاندن قرضهای بانک کفایت میکرد. 11 بنا و انشاءات سپرده جمشید ضیاف تا حال در حساب دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه قرار دارند. بر اساس قرار مفتش دادستانی کل تاجیکستان که نسخهش در اختیار اداره پایگاه خبری بامداد قرار دارد، این انشاءات ضیاف به حبس گرفته شدند. 3 منزل استقامتی در کوچه کیروف شهر دوشنبه، منزل استقامتی در گذرگاه دوم کوچه حسین زاده شهر دوشنبه، منزل استقامتی در کوچه دیلوی شهر دوشنبه، منزل استقامتی در خووران در شهر دوشنبه، 50% سهمیه‌های شرکت شربت واقع در مرکز شهر پنجکند، 100% سهمیه‌های شرکت تبپ اکوا واقع در خیابان رودکی 201 شهر دوشنبه، 100% سهمیه شرکت تبپ پت واقع در خیابان رودکی 201 شهر دوشنبه، 60% سهمیه‌های شرکت تبپ اکوا و شرکت ارسیکول شهر دوشنبه واقع در خیابان رودکی 201 شهر دوشنبه، 50% سهمیه‌های شرکت عزیز کو التده واقع در گذرگاه دوم کوچه تیتو شهر دوشنبه. امانتگزاران میگویند یکی از خانه‌های مربوط به جمشید ضیاف که او در جای آن بنای بلندوشانه ساخته ایستادند در وقتش 3 میلیون دلار ارزش داشت. همین طور ارزش کارخانه‌های نوشوکی‌ها در وقتش 64 میلیون سومانی برآورد شده بود. امانتگزاران میگویند اگر این انشاءات را از حبس برآورده با مقصد پوشاندن قرض‌های باقی مانده تاجپران بانک به فروش گذارند مسئله بر وقت حل میشد، ولی چنین به نظر میرسد که دایره‌های علایده پرنفوذ در مقامات بلندپایه به حل این مسئله و پوره پوشاندن مشکل تاجپران بانک و قرضدارانش منفعت‌دار نیستند. چند مدیر مخصوص تاجپران بانک نیز در صحبت‌های انفرادی با امانتگزاران اعتراف کردند که اگر مقامات بلندپایه سیاسی تصمیم بگیرند حل مشکل پرداخت قرض آنها برای ماموریت موقتی بانک دوکاردو است. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 7 دکبر سال 2023 با نشر یک مطلب مفصل آوازه‌ها درباره گویا در جمهوری پیدا شدن نوع کرونا ویروس اومیکرون رد کرد و گفت معلومات مذکور اساس واقعی ندارد و حال بیماری‌های شدید راه‌های نفس در کشور در گردش هستند، نه یگان نمود ویروس خطرناک. وزارت گفت امروزها از نفرانی که با نشانه‌های بیماری‌های شدید راه‌های نفس به مؤسسه‌های طبی جمهوری مراجعت می‌کنند، تشخیص بیماری کووید 19 نیز گرفته می‌شود، ولی خوشبختانه نتیجه تشخیص‌ها نشان می‌دهند که تا کنون در مملکت یگان نفر به این ویروس گرفتار نیست. وزارت به این دلیل از همه خواسته است که به چنین معلومات اغوا‌انگیز باور نکنند، بلکه با استفاده از توصیه متخصصان سوآ خود و نزدیکانشان را از بیماری‌های شدید راه‌های نفس امین نگاه دارند. این در حالی است که چند هفته باز ساکنان تاجیکستان از گرفتار شدنشان به یک نوع خیلی سخت‌تر خبر داده تخمین میزنند که این ظاهراً کرونا ویروس است. از جمله آنهایی که در وقتش کرونا ویروس را از سر گذرانیدن می نویسند که این به اصطلاح گریپی که گرفتارشان کرد حتی از کرونا ویروس سخت‌تر پس سر شده ایستاده است. از این رو برخی از ساکنان به شهر وزارت با نظر شبهه نگاه میکنند، از جمله با در نظر داشت سابقه این وزارت که حتی در روزهای اوج کرونا ویروس در سالهای 2020 و 2021 که هزاران نفر گرفتار ویروس شده بودند، آمار واقعی گرفتاری به کرونا ویروس و تلفات از این بیماری قتل را پنهان میکردند. ولی وزارت تندرستی در اظهاراتش با آمدن موسم سرما افزودن شماره گرفتاری بیماری‌های شدید راه‌های نفس را یک حالت معمولی نامیده، نوشت که گریپ نیز یک بیماری شدید سرایتی راه‌های نفس به شمار می‌رود و به آن اشخاص تمام سن و سال، علل خصوص کودکان و پیرانسالان که ایمونیته ضعیف دارند گرفتار می‌شوند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 8 دکبر سال 2023
در شهر خبر سوختار در آشخانه در کنار بازار سخاوت خبر داد که شب 17 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 01:24 آشخانه بلکه یک دکان تیز تیار واقع در کوچه فردوسی که به شهروند موسایف باباخان سال تولدش 1956 ساکن شهر کولاب تعلق دارد سوختار به عمل آمده است. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان سوختار در مساحت 10 متر مربع پهن شده بود و سوختار نشانها در حال به جای حادثه حاضر گردیده سوختار را در همان مساحت اولش پوره خاموش کردند. موافق نتیجه های سنجش پیشکی سبب سر زدن سوختار رسیش کوتاه ناقل‌های برقی می باشد. خبر داده است میلیسای دوشنبه. در خبر درباره حجم ضرر رسیده بر اثر این آفت چیزی گفته نشده است، ولی این حادثه در حال رخ داد که در تاجیکستان هوای روزهای آخر سرد شده است و خطر سوختار به این دلیل خیلی زیاد شده است. مسئولان از ساکنان و صاحبکاران خواهش میکنند که قاعده های بی‌خطری ضد سوختار را قطعاً رعایت کنند. در صورت سر زدن سوختار از همه خواسته شده است که با رقم 101 زنگ زنند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 581 حادثه سوختار ثبت شده است که این نظر به 476 سوختار نیمه اول سال قبلی 106 سوختار بیشتر است. امسال در نتیجه حادثه های ناخوش سوختار در تاجیکستان 18 نفر از جمله 9 نابالغ جان باخته به مالکیت دولت و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سامانی ضرر مالی رسیده است. سال گذشته چند تعداد حادثه های سوختار کمتر بود ولی ضرر رسونده شده خیلی بیشتر 14,484,000 سامانی برآورد شده بود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.